سه تا سارق بعد ماها برنامه ریزی میرن که از یک جواهر فروشی دزدی کنن، اما سبزه به طور اتفاقی دوستش با آجر میکشه. اتفاقی هم بوده، اما نگهبان از سر و صدا خبردار میشه و 2 تا سارق باقی مونده اقدام به فرار میکنن. قرمز تعجیل میکنه و سبزه جا میمونه. قرمز لاشی بوده، دوستش سوار بشه. بعد عجیبه اما به طور معجزه‌آسایی موفق شدن فرار کنن. روز بعد برمیگردن، قرمز سنگو پرت میکنه و بعد میخواد ببینه نگهبان میاد یا نه، اما این بار سبزه زد تو قرمزه، بیهوش شد. اما خیلی عجیبه، دوباره میتونن فرار کنن و باز هم فرار میکنن. فردا برمیگردن، قرمزه میگه من میرم اون ور وای میسم، نزنی تو سر من لاشی و سنگو بزن. و دوباره سبزه قرمزه مرد. اینجا قرمزه میمیره، سبزه هم نمیدونسته چیکار کرد. خودش هم مرد. واقعیه؟ آره واقعیه. ریدم تو بخت و اقبال بد و رفیق فوق لاشی.